نگاه کن. الان میبینم چه حرف حکیمانه. اینا شهرت اینا باعث شده که تو از وسط ایران بیای منو پرس بیای منو بگیری زنده زنده بسوزونی من چیز. پسرم هم بکشی جلو چشمم. پسرش هم اونقدر شکنجه میدند که مادره خودشو میندازه بیرون از بالای قصر، خودشو خودکشی میکنه. بله، پسر کروزوسو. بعد سولون رو حکیم و قانونگذار معروف یونانی رو آورده بوده کروزوس. اون که سوار کشتی میشده، کروزوس به سولون میگه یه چیزی بگو، میگه آخرش رو نگاه کن. میگه داشتم میگفتم آه سولون، آه سولون، تو چه مرد عاقلی بودی. اینو آقای پیرنیام دون تاریخ ایران باستان آورده همین این داستان را. بعد این کوروش پشیمون میشه، دستور میده آتش رو خاموش میکنن. یه چشمه کوچک دیگه بگم ببینید عقل رو به کار ببرید. از اینجا حقوق بشر در نمی. حقوق بشر محصول تمدن سرمایه‌داری صنعتیه که انسان حق فردی پیدا کرده. قبل از اون ما رعیت بودیم. کدوم حقوق بشر؟ بشری وجود نداشت تا حقوقش مطرح بشه. عقل چیز طوری حرفی بزنیم که عقلا بهمون نخندن. این رندان غربی میگن که عجب هندونه زیر بغلشون دادیم، عجب به رقصشون کشوندیم. مواظب باشید. من دیدم چه جوری مثل دلغک به بازیمون میگیرن تو جلساتشون. خیلی عذر میخوام این واژه رو بگم. چشمه آخر کوروش گوشون میگه حضورش چجوری میمیره و کشته میشه. گوشون میکشه به بالای سیهون. یه قومی وجود داشته به نام مساجد ها. تاریخ هرودوت رو بخونید. لغتنامه دهخدای اصلی رو بخونید. همین چیز رو بخونید. عرض خدمت پیرنیا جلد دومش رو بخونید. همه جا هست. از اونجا نقل شده. رشید یاسمی کرد پانفارسیست هم ترجمهش کرده کتاب رو که البته تقلب توشه. مقایسه کردم. متن فرانسه رو بگیرید بخونید، چون فرانسه میدونید متن فرانسه رو بخونید. ایدئولوژی عاقل‌ترین هوشمندترین انسان‌ها رو به بلاهت میکشه. برای دفاع از دروغ خودش رو رسوا میکنه. فکر میکنید دنیا شهر کورانه، اونم در عصر انفرماتیک. و کوروش گوشون میکشه اونجا شاهش مرده بود، جاش مادر تباری بود، ملکه شاه بوده به نام تومیریس به نوشته هرود. اون دست کوروش رو خونده بود، نامه‌ای به کوروش مینویسه. اونا هنوز در اون مرحله شوالیه به اصطلاح رادمردی و اخلاق دلاورانه زندگی میکردن. میگه یا یک روز تو از رودخانه عقب نشینی کن من بیام تو خاکت به جنگم، یا من عقب نشینی میکنم تو. دلاوریه دیگه در اختیار طرف میذاره. کروزوس که مشاور کوروش بوده اونجا بوده. کروزوس میگه که تو خاک اونا نرو. گوش نمیده. اون رو با کمبوجیه همراه میفرسته به پایتخت. بله. به اون میگه که تو عقب نشینی کن من میگذرم از رودخونه. میگذره. پسر اون شاه به اصطلاح ملکه فرمانده قشون بوده، میاد قشون کوروش رو شکست میده. قشون رو شکست. شب میشینن میگساری. به روایتی هم تعبیر میکنن که عمدن این کلک رو زدن. اینا که مست میشن کوروش بقیه قشون رو جمع میکنه، شبیخون میاره، پسرش رو اسیر میکنه. دوباره نامه مینویسه و خواستگاری میکنه دوباره از خانم که بیا باش. اونم میدونست که اینو میگیره میفرسته به حرم سراش، مملکتشو میخواد صاحب بشه. نامه مینویسه که معلومه دست کوروشو خونده. مینویسه، هرودوت مینویسه خود شاهی کن و بگذار دیگران هم شاهی کنند. یعنی نخواه که خودت فقط در دنیا شاه باشی. معنی خفته در کلمات بین سطور اینه. کوروش کبیر سر پسر رو میبره میفرسته به مادر.
این هم یه چشمه دیگه از حقوق بشر. مادر فرمان حمله عمومی میده، در میدان جنگ میزنن کوروش رو میکشن، مرده کوروش رو میارن. یه تابلویی بود در موزه لوور، من این رو به زنده یاد پوروالی گفتم، گفت من مسئول رادیو تلویزیون بودم، شاه به خاطر جشنهای 2500 ساله من اون تابلو رو دیده بودم. خود پوروالی هم گفت پول دادیم به موزه لوور، اونو بردن گذاشتن تو زیر زمین که جلو چشم نباشه. ملکه چشماش از حدقه در اومد، انگشتش اینجوری کرده، میر غضب یه نفر گرفته اینجوری مرده کوروش رو که بسیار زیبا نقاشی شده، اون حالت مردهش آویزون از کمر. میر غضب هم میره که تشتی که پر از خونه اونجا سرشو ببره بندازه. توجه میکن؟ من سوال میکنم باز عقل در تاریخ، آیا فکر میکنید اون مادری که از مرده کوروش وقتی هم میندازه تو تشت خون میگه خونخوار در زندگیت از خون خوردن سیر نشدی، بخور بعد از مرگت بلکه سیر بشوی. شما فکر میکنید اون دوباره سر مبارک کوروش کبیر ما رو برمیداره، میشوره، میدوزه به گردن تنش، مومیاییش میکنن، میذارن تو صندوق و با عطر گیاهان معطر میفرسته به کمبوجیه که تو مقبره‌ای که الان به استیل یونانی است به نام مقبره کوروش مینامند و همین مستشرقین اسم گذاشتن، برای خندیدن به معذرت میخوام عدم تعقل در جامعه ایران. یا اینکه طور دیگری با اون ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار، یا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت. فکر کنم که کافیه. بله متاسفانه وقت برنامه رو به اتمام، یعنی پایان یافته. ما یکی دو دقیقه اضافه موندیم ولی خب بحث گرم بود و در خدمت شما. خیلی تشکر. بسیار سپاسگزاریم از اینکه مثل همیشه لطف کردیم و در برنامه گفتگو حضور پیدا کردیم. منم بسیار متشکرم. من نه با کوروش دعوا داریم نه با پیروان کوروش، ولی یه سری حقایق رو باید عقلگرایی مسئله داریم و اون که امامزاده سازی بکنن و از اون امامزاده دوباره نون بخورن یه عده دکاندار یا آخوندهای کوروشی. بله. من اسم اونا رو آخوندهای کوروشی میذارم. ممنون، سپاسگزار. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب میرسیم و تا فرصت دیگه که در خدمت شما عزیزان باشم، شب خوش و بدرود.